معروف جان حوجیف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت روز 21 اکتبر به مطلب و ویدیوی نشر شده در اینترنت درباره جنجال در پلیکلینیک رقم 4 شهر خوجند واکنش کرده نوشته است اصل واقعیت طوری نیست که علی و مو شریفه تصویر کرده است. علی و مو شریفه نوشته بود که 14 اکتبر کودک 1.5 سالش را برای معاینه پیش دکتر برده بود ولی در آنجا هدف بدرفتاری و لطوکوب قرار گرفت. او همچنین ادعا کرد که کارمندان پلیکلینیک او را تهدید کرده و ترساندند که همشیره طبیبی که با او جنجال کرد دختر سردار محبس خوجند اودینایف است و شوهرش در امنیت کار میکند. ولی معروف جان حاجیبایف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت می نویسد که از طرف شهروند به کارکنان طب سخنهای قبیح و نهایت پست که در حق زن گفته نمی شوند بیان کرده می شود. در این حال از طرف یاردمچی دکتر اودینایو تاکید کرده می شود که اینها از سن و سال از ما کلان معاشرت و مناسبت درست نماید شهروند باشد. بعد این سخنها یک و یک باره خسته فرزندش را به زمین گذاشته از موی سر همشیره اودینایو قپیده یک چند مرتبه به دیوار میزند. هنگام بلند شدن آواز از دیگر اتاق کاری همشیره ها آگاه شده برای جدا نمودن دخالت میکنند. در این حالت همشیره جراحت برداشته بیخود شد برای آنکه او حامله دار بوده است. بعد از جدا کردن این مناقشه شهروند درک نمود که رفتارش تماما نادرست و همشیره در حالت بیحالی قرار دارد. در حال تلفنش را گرفته و برای خود را محافظت نمودن به نوارگیری در آمده است. اما علی و نوشته بود که فرخنده اودینای و با وی تو گفته به سر وی داد زده است که گفتند رو بیار. علی و می نویسد که در رفت مناقشه موی سر او را کشیده دستش را گزیدند و از اتاق کاری بیرونش کردند. ولی آن همشیره طبی باز هم آرام نشده در رو نیز به وی حمله کردنی می شد. حاجیبایف باشد می نویسد بعد از نیم ساعت حادثه برادر شهروند رسیده آمده حالت را دیده از نام خواهرش بخشش پرسید و التماس نمود که به یگان مقامات مراجعت نکنید و بیان نمود که خواهر من یک چند سال باز در شهرهای روسیه کار و زندگی دارد عصبش ویران می باشد. وعده داد که پگاه خواهرش همراه مادرش آمده عذر و بخشش می پرسند. اما علی و روز 15 اکتبر به شهردار خوجند و مقامات پروکراتور مراجعت کرد و خواستار جزا دادن کارمندان پلیکلینیک رقم 4 شد. او از مقامات تندرستی هم خواسته است که به کارمندان این شفاخانه یک بار درس آداب گذرانند.